سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما به شما چگونه تغییر دادن فعل یست یعنی خوردن را در جانشین ها و در مثال ها نشان خواهیم داد. با ما همراه باشید. در درس امروز ما زمان حاضره، گذشته و آینده فعل یست را پیشکش خواهیم کرد. زمان حاضره فعل یست در جانشین ها و مثال ها. دوستان عزیز، چنانچه شما میدانید فعل یست مصدر فعل ما به معنای خوردن می باشد و در جانشین های ما این فعل تغییر خواهد یافت و اکنون ما تغییرات آن را به شما نشان خواهیم داد. یم من میخورم. تی یش تو میخوری. آن یست آن پسر میخورد. انا یست آن دختر میخورد. انا یست آن میخورد. می یدیم ما میخوریم. وی یدیته شما میخورید. انی یدیت آنها میخورند. زمان حاضره فعل یست در مثال ها: یم سلاتیک من میخورم سلات. تی یش سلاتیک تو میخوری سلات. آن یست سلاتیک آن پسر میخورد سلات. انا یست سلاتیک آن دختر میخورد سلات. انا یست سلاتیک آن میخورد سلات. می یدیم سلاتیک ما میخوریم سلات. وی یدیتی سلاتیک شما میخورید سلات. انی یدیت سلاتیک آنها میخورند سلات. زمان گذشته فعل یست در جانشین ها و مثال ها: یل یا اینکه یلا من خورده ام. دوستان عزیز، اگر مرد صحبت کرده ایستاده باشد میگوید یل من میخورم و اگر زن باشد یلا من خورده ام. تی یل یا اینکه تی یلا تو خورده ای. آن یل آن پسر خورده است. انا یلا آن دختر خورده است. انا یلا آن خورده است. می یلی ما خورده ایم. وی یلی شما خورده اید. انی یلی آنها خورده اند. زمان گذشته فعل یست در مثال ها: یل میاسا یا اینکه یلا میاسا من خورده ام گوشت. تی یل میاسا یا اینکه تی یلا میاسا تو خورده ای گوشت. آن یل میاسا آن پسر خورده است گوشت. انا یلا میاسا آن دختر خورده است گوشت. انا یلا میاسا آن خورده است گوشت. می یلی میاسا ما خورده ایم گوشت. وی یلی میاسا شما خورده اید گوشت. انی یلی میاسا آنها خورده اند گوشت. زمان آینده فعل یست در جانشین ها و مثال ها: بودو یست من خواهم خورد. تی بودش یست تو خواهی خورد. آن بودید یست آن پسر خواهد خورد. انا بودید یست آن دختر خواهد خورد. انا بودید یست آن خواهد خورد. می بودیم یست ما خواهیم خورد. وی بودید یست شما خواهید خورد. انی بودود یست آنها خواهند خورد. زمان آینده فعل یست در مثال ها: بودو یست زدس من خواهم خورد در اینجا. تی بودیش یست زدس تو خواهی خورد در اینجا.
آن بودید یست زدس. آن پسر خواهد خورد در اینجا. انا بودید یست زدس. آن دختر خواهد خورد در اینجا. انا بودید یست زدس. آن خواهد خورد در اینجا. می بودیم یست زدس. ما خواهیم خورد در اینجا. وی بودیتی یست زدس. شما خواهد خورد در اینجا. انی بودود یست زدس. آنها خواهند خورد در اینجا. فعل یست در رد کردنی با سبب. دوستان عزیز، رد کردنی با سبب که ما به شما گفتیم، یعنی ما از یگان انسان یگان کار را درخواست میکنیم و آن انسان میخواهد که این کار را انجام دهد، ولی سخن ما را رد میکند و برای رد کردن خود دلیل دارد و اکنون ما این را به شما نشان خواهیم داد. یا یل بی، من میخوردم لیکن اگر مرد باشد و اگر زن باشد یا یلابی، من میخوردم لیکن، یعنی لیکن وقتی میآید یک سبب دارد، یعنی درخواست ما را رد کرد، نخورد، ولی برای نخوردنش سبب دارد. تی یل بی، تو میخوردی لیکن، یا اینکه زنانش تی یلابی، تو میخوردی لیکن. آن یل بی، آن پسر میخورد لیکن. انا یلابی، آن دختر میخورد لیکن. انا یلابی، آن میخورد لیکن. می یلیبی، ما میخوردیم لیکن. وی یلیبی، شما میخوردید لیکن. انی یلیبی، آنها میخوردند لیکن. دوستان عزیز، اکنون استفاده رد کردن با سبب را در یک چند مثال ساده به شما نشان خواهیم داد. یا یل بی، نانی مگو، من میخوردم لیکن نمیتوانم، یعنی میخواست، خوردن را میخواست ولی یک سبب دارد برای نخوردنش. تی یل بی، نانی موجش، تو میخوردی لیکن نمیتوانی. آن یل بی، نانی موجت، آن پسر میخورد لیکن نمیتواند. انا یلابی، نانی موجت، آن دختر میخورد لیکن نمیتواند. انا یلابی، نانی موجت، آن میخورد لیکن نمیتواند. می یلیبی، نانی موجیم، ما میخوردیم لیکن نمیتوانیم. وی یلیبی، نانی موجتی، شما میخوردید لیکن نمیتوانید. انی یلیبی، نانی موگوت، آنها میخوردند لیکن نمیتوانند. دوستان عزیز، ما در زبان تاجیکی ما این را در حالت استفاده میبریم که به ما یگان کس یگان چیز پیشنهاد میدهد که بخور و ما اگر سیر باشیم میگوییم من میخوردم لیکن سیرم، من میخوردم لیکن گشنه نیستم، یا یگان سخن دیگر. فعل یست در امر کردن. تی یش، تو بخور. وی یشته، شما بخورید. دوستان عزیز، امر کردن یعنی دستور دادن می باشد، یعنی ما به یگان کس دستور می دهیم یا امر می کنیم که بخور و اگر آن انسان از ما خورد باشد یا ما آن انسان را بشناسیم، از کلمه تو استفاده میبریم و اگر آن انسان برای ما شناس نباشد یا اینکه از روی احترام با آن سخن بگوییم، از کلمه شما استفاده میبریم. چنانچه نشان دادیم تی یش، تو بخور، یا اینکه وی یشته، شما بخورید. تی یش پبیستریه، تو تسترک بخور، یا اینکه محمد یش پبیستریه، محمد تسترک بخور. در وی یشت پبیستریه، شما تسترک بخورید، یا اینکه تیاتیا یشت پبیستریه، خاله تسترک بخورید. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما ابونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.